بچه آمدم با یه ویدیوی کامل دیگه از مسابقات. ما یه دونه چالش داریم که من و رفیقم داداشم هم که فیلم برداره میخوایم مسابقه بدیم اینم که بنده میشه. لاک سابسکرایب یادتون نره. ببین برای ویدیو ما اول داداشم سالا نمیشه. آتین داداش برو چرا بیار. من خودم بیام. اولین چالش مسابقه 2 سنگ کاغذ قیچی گل یا پوچ. 4 تا هم سوال برای فوتبالی ورزشیه. خب الان میریم سراغ ورزشی، میریم سراغ 2. اول بیاد بیرون که بچه ها اومدیم با مسابقه 2 با شماره من 3 2 1 گفتم بیاد دست بزنید به آشپک و برگردید. میشه دست 3 2 1 باید دست حساب نیست. خب اومدیم برنده این بازی رامتین میشه چون محمد خیلی جر زنی کرد دست نزد. بریم برای چالش بعدی. این چند امتیاز داشت؟ این یه لحظه این حالا بهتون میگم چند امتیاز داشت داخل ادامه. خب اوی متین حالا تو بگیر فیلم برداری کن. با هم گوشید یه لحظه فیلم برداری کن. رفتن گیمه. این بازی دو بگیرم برگه کجا میری؟ این مسابقه 4 امتیاز داشت. خب 4 امتیاز 4 هیچ به نفع برنده رامتین. خب حالا چالش دوم چالش گل یا پوچه. واسه برم عقب 3 نفر تو باشید. چالش دوم چالش گل یا پوچه که 2 امتیاز داره. حالا برای چالش اومدیم با چالش گل یا پوش. اول سنگ کاغذ قیچی میکنن یه دونه ای که هر کی بیفته اون دست اول رو بازی میکنه. 2 دست بازی میکنیم هر دست هم 2 امتیاز داره. شروع کن. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. خب گلو بده محمد. شروع کن. آخر آب امتیازش میتونه بازی. خب گل دست گرفتم 2 چه رامتین. اینم دست آخر. اگه محمد این دست رو بگیره بازی 2 دومی. بعد دیگه کتشو بده دادم خود دور بیرت نیم ساعت دارم ازت فیلم میبینم. بازی کن نیه بسه. گله کدوم گله خود؟ 1 2 تا الان 2 این با دست آخره چون مساوی شد. افتاد بازی و بازی تمام. بازی مساوی شد. یه دونه این دست 2 من خود دست من برنمیشم دیگه. آره 3 امتیاز رامتین میگیره این دست 2 امتیاز محمد. رامتین 9 امتیاز میشه. نه من میشم 7 امتیاز میشه 2 امتیاز. خب تو 3 امتیاز این گرفتی 4. آره رامتین میشه 7 امتیاز محمد 2 امتیاز. بریم برای چالش بعد. خب 7-2 رامتین. اومدیم برای چالش سنگ کاغذ قیچی 3 بار بازی میکنیم. هر کی به 3 رسید اون برنده است. هر بازی هم یه امتیاز میگیره. مثلا رامتین 3 تا بگیره محمد 2 تا میشه 3-2. حالا سنگ کاغذ قیچی کنیم 3 تایی. یکی چه محمد خیلی عقبی. تلاش کن ببری. فوتبالی ها رو همه باید بگیری. خب حالا بریم برای سراغ بازی های فوتبالی. اطلاعات عمومی فوتبالی. اومدیم با چالش های فوتبالی. چالش های فوتبالی اینطوریه که هر کدوم یه امتیاز مشخصی دارن. بیشترین جام جهانی مال کدام بازیکن است؟ 1 مارادونا، 2
1 مارادونا، 2 رونالدو نازاریو، 3 مسعود اوزیل، 1 پله. 4 پله فکر کنم. 1 4 پله تا 1 هر کدوم که پله. خب این بازی درست بود، جواب پله بود. اول من 3 امتیاز به دوتاتون میدم چون هر دوتاتون گفتید. سال بعدی تقلب نصب بیشترین توپ طلا مال کدوم بازیکنه؟ مسی. نه مسی. آره مسی. بیشترین توپ طلا مال کدوم بازیکن؟ 1 امتیاز داشت. این 1 امتیاز داشت. حالا قشنگترین قیچی برگردون مال کدام بازیکن است و به چه تیمی زده است؟ 1 رونالدو، 2 گرت بیل، 3 زلاتان ابراهیموویچ، 4 هالند. رونالدو به یوونتوس. رونالدو به یوونتوس. رونالدو خیلی به قشنگ یوونتوس. بده. اینم 2 امتیاز داشت و سال آخر فوتبالی نمیپرسن. یه سال درباره یه چیز یه سال درباره اطلاعات عمومی. چه سالی پرسم خدایا؟ در سوخت جنگل‌های هیرکانی چه کشوری به کمک ایران و اون جنگل‌ها را خاموش کرد؟ 1 روسیه، 2 چین، 3 ترکیه، 4 آذربایجان. ترکیه برنده بود 2-0. و این بازی رامتین برنده است. رامتین برنده میشه، محمد میوازه. حالا محمد برای چالش دیگه بیشتر تلاش کن، اطلاعات داره بالا چه ببریم. مسابقه میذارم را که سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو فعال کنید که به هر موقع ویدیو گذاشتیم توی فارسی